سلام علیکم. سلام علیکم. چطوری ماما؟ خوبم شکر. شما خوبه؟ سلامتی؟ الحمدلله. ما این نفرای شما اگه بشناسید. کی؟ گل و گیلک. گل گیلک؟ چه کار شده؟ بچه ها من چند سال نبودم. گل گیلک بچه شما نه؟ بله. شما پیار نایه؟ بله. نیه ماما اونجا که بستمون فتای منطقه تی که دما پیار نو ندیدم. شهر ما چند سال نبودم دیگه حالا پیدا شدم بیامدم. حقیقت ما شما پیار نایه؟ بله. چرا عجایب ما. شما یه وقت زواق به کجا بیدین؟ ما مسافرت بودم، رفته بودم مسافرت ایران بودم. نخیر بود ماما. هستم. بچه مردم آدم میتونه با دروغ بگه بچه منه. نه ماما اگه پیار نکو باشی ما خوشحال میشم. برای ما سراحه که سبب داره نشون ده. بلد نی؟ نه انا. بیای ماما شما بلدم بیای. بیای ماما. نگاه کن ماما شما برای 25 سال پیدا شدیم. ماما. بله. این سبب چی شما نه؟ بله. با یک شرطی که از امرو خود نشون ندین سه کنید چی میگه خوبه؟ شما اینجا بستکید. چطوره گیلا؟ خیلی سلامت. شکر. گیلا. ما خود یک سوال بیانیم پیش تو. چی؟ که جواب راست درست کنم. همین پیرک تو. چند سال میشه که گم شده؟ و پیار من دیگه من چند بدم حال مثلا 38م. من یا 13 بدم یا 15 بدم یا 20. 15 بدم. 25 سال 24 سال 25 سال میشه. ولی اگه پیاخ ببینی میشناسی. کی؟ مثلا اگه پیاخ ببینی میشناسی. مفتنازی چرا میزنی گیلا؟ پیاخ ببینی میشناسی. ای ماما نمیشناسی. کدوم ماما؟ ای ماما. کدو خوبه کردم. سلام علیکم. بابا. گیلک جو. بابا جو کجا بده بابا گیلک جو. گیلا. پیاخ برو بسرا. گیلا. بابا جو بابا گیلا. بزدی. ما با اون کوچه ششته آمده ماما بیامد گفت اگر من مثل برار منی تا این منطقه گفت ولیا. بله برار منی بابا کجا بدیم شما بابا بیا بریم خونه گیلا. بریم سلام بابا گیلک جو. بله ما میریم دیگه. ماما اینجوری آدرس هم پرسیدم من تعجب کردم. نه بیا کسی نه بخونه ما چای بخوریم نه من میرم. نه بیا بگیره نه بیا بله ماما بله این بچه شما پیدا شد بله. بیا یا الله. نه کسی بین بابا بله. بین من مگذار ساکیوشی اما یه بگذار چی جان البته چی بگذار بشین عباس اما اینجا بگذاشتی اما اینجا بگذار باشه این بغل میزن. عباس بشیم یک زنگ بگی ایت گل بزنه تو یک زنگ ایت گل بزنه اگه شو خود زنگ میزنه من. بابا اشتنیم دیگه خوب انتیاریم. ما که کور شده بابا. برار تو کجا
شکر میشنویم گریه نکن بابا هم یک چند خزوی تا بسرا خو بیاییم بگو دیگه کتش جمشه خیلیتی میفهمین چی کار شده پیار شما بعد از 25 آیا بیسته بعد از 25 سال پیار شما پیدا شده بیایم بسرا بیاییم راست بگو شمایی تا بسرا خو بیاییم همه خونه شما شیشته هم بگو تکسی کنم بیا تاکسی خونم بیار زودشین دیگه بیایم گیله که ما بیام از ما دست بپرسید دل به اوشه گفتم گیله چه دیگه آردی بابا شیشته بودم گفتم ما بچه ما گیله بود گله گفتم سلام گفتم سلام بابا بزو معلم هم برفتیم بابا مال قدیمی رفتم اونجا ما که 12-13 سال بشین دیگه آمدیم ما میگه سراغ کرد و گفتم برو و فلان مالا نمیگه به کس ماسی بپرس به تو نشون میده ما که بلا بده یک زنگی بابا نهنه خوب بزن شما این حالت تو کنه داره گیله من دارم بده اس دارم سلام که تو گیله ما یه باشم خود اینو بیارم نه نهنه خوب زنگ میزنم خیلی ما گریه نکنیم الهی شکر کن خوب خیلی زنگ گل دیای باشه امید گل ببینم بفهمیدیم ما اون سرا خوربون فشیدیم بابا این تلاج دیگه چی بود البته قصدار شدیم بابا نه قصدار نشدیم ما بیار ما خوب گفتیم نمیاد دیگه الو ننه ایستاده ننه زنده باشیم ننه شما بیامدن ننه بیامدن آسته گم زنم ننه گم زنم ماما مرتکت خودی شما گم بزنم ننه ولی حالی ما بیا گیله کن بیامدم بیایم به سرا ما بیا گیله کنید گولم نه گردن و بند شما بابا برای گم ننه کجی نمونی که شما بردن بیاره چاپ کنی ننه گریه نکنی دل ترک میشیم ننه سعی کنی شما ایتو کار بکنی که سبتی مغزی نکنی یک دمی خدای نکرده نواسی نواسی خود کجی بیاره دیگه و کجی هم بگیم سبتی مغزی نکنیم نه که بابا کاری تیار کنیم پیار برا گردن بابا باشم دیگه من بدید و من جیرا کردم خدا حافظ گیلک پاکو چی پاک کنی؟ نانه من نگه نانه تو نه چی فرق میکنه نانه تو نه نه نانه من زنگ بزنی با شما برن کمی چای دم کنم نه ما چای حالی بیا بچی بیا بچی چای ما این چگاه کنه بیا بچینی باید جواب دیگه بیچاره گیله خیلی وقت میشه ما با دنیا میشه من خیال نمیشه ما آدمون محله که ما قدیم میشیشتیم بیامدم اما آدمای کلون قدیمی میشناختم گفتم این بچه ما با کجا رفتن گفت اینجا بار کردم براتن 3-4 سال میشه همینطور سراغ بیامدم تا همین کوچه پیدا کنم سواد که من ندارم 20 سوادم که بفرم خیلی وقت میشه ما از اینجا آمدم ما که 20 سوادم آدم قدیمم خیلی بینیم ما جو خدا پیار مادر تو بیامرزه که همین آدرس صحیح من شلاق ندادی عدی کوچه ما بیامدی این کارم بدیدم ما جوری 25 سال به کجا بیدیم؟ که سرنوشت کافا اما چیزی که در سر کینه بس باش منو گیله در سر برسه کینه شاید ایشون باشه گیلا
باز پیاده پیاده بلیا. تو همین موترک برو جا بجا کن. بابا یه ذره بابا عزیزم شما کجا میره؟ گیلا بابا کجا میره شما؟ های کن خیر گله نکن خدا شکر یا الله بابا اشتنه ایلا چشماتی روشن برو بیشترش تخمیه اندازی عباس همسایی با میدن بابا من شیشته بدون تا از اومدن اینا که ما بیامدن گفتم ما به منطقه از این منطقه گفتم ما گفتم ما بلد نیم ما با همین سرایت گل گیلک و کجا گفتیم شما چه کنم بالاخره گفت گفتم ما پیار بریم گم شدم من زنگ زدی بابا شما چند سال نیم آخه بابا من بیاد من نیاز دارم خدا خیر گله نکن از کجا میگه بکنم ایدگور یک کار بکن ایدگور یک کار کن همین تو دویده برو خوب از این که زنگ زیری ما میشه همه یک بلوکی بیان تا چون قرار مهمون جمع کنه یک کار کن برو به سلام کاکومه بخیر کجا برام بهش بیار کنیش اینو بعد اه بیار بعد از سالا بدیدم کجا برام بس گفتی دقیق حالا بیار برام بشناسه من تکه بدیدم بشناختم این اول تلفاق جیری بزدم بابا کجا بیده شما یه همه سال بی ایران رفته جیری بردشتی نه حالا فکر جلو نشده ده جلو جیری تا کوچه باید کم چه بگذاشت بگذاشت اونا رو بجوشنه پیکنیک کم داره نمیکنه سوزه الهی شکر کنید گل شکر کشید بچه شیاری بگوشی به جا بگوشی کی؟ همین بچه میشن او شیاریه بابا او خیلی شیاریه بچه ستنده اوشی او از پیار مادر شیاریه آنکه بو گفتم بشناخت من اگه بابا عمله که شما نرفتیم هرچی کوشش کنیم عقل که ما رو یاد نگیریم تو رد شده بشیا از منطقه ما برفته گله مطب میرفتی نه بابا با مکتب میره اول تا شو همسایه دست از اینجا جان البته که وزن بدی میکنه شوخه بابا هنوزم فقط میگه بچه دو ساله بچه بود بچه عالی بود بچه خوب بود کیمه؟ آه دیگه من دیونه شدم بابا اصلا بگده شدم اون پولی اگه به خاطر شما برالو کنم خلاص شده الان این مادر من نمیدیم سر مادر من مثل ریش شما متصفید شده بابا دیگه از اون سالا شما نمیگفتیم که برو پیش زنه چه خوب رو گیره تو. بابا اختیار کنه بگم بابا بلد گل مامر نه برو بشین اگه چای خیلی بریم. مامه. چای بگدیش دیگه لا باش که من چای دارم بشین رو میرم، میچای میرم. نه بشین میرم این بچه بود تو یک کاری کنه چا بشی با چا بوده با چای بخور میرم کار دارم نه ما نه بچه کجا میری بچه نه با چای بخور میرم کار دارم بچه هم مطمئن کاغذ نه بخور باز بشین برو اگه میشه جری به تا کوچی میده اگه من جری بنده به تا سرا خوب خدا پیدا خدا ایدگل چیه؟ بیا دیگه من زرا برو کجا برو؟ به سلام کاکا خوب بگو حالا ما بدیدی بیا موندگی ناکام شد بیایم بابا جان خامال بگو تو یک ذره دیره برو تسکی خبر نه برو نه پیاده میایم تو پت میکنه تا به جوشی آیه ها نه میایم کاکا ما خوشحال نشه تا هر شد هم میگه کجا رو میگه یا ما این امزادار نشدیم نمیدم بابا هر که برای تو میگم تو میگم از جنبه کرده خسرگی انا زن ما میگه گوش نمیمونه چه دختر ما زن تو گوش نمیمونه انا تو ای به اشکل داری میگم ای به اشکل فکر تو خوشم مگر زن میده بابا من اشکال دار نمیدونم تعزیزات پوله از پول هم هست شکم دارم وزن میایه نگه سبا پس شما دیگه بابا از وقت زن نکردی نه بابا بیزار از زنه
ما به چا خوریله میکردم زن کنم نمون زن شما بابا روزی که برستیم دیش خورمه تراشوندیم بابا چند سال بندی بدم چند سال بندی بودیم بابا یک دفعه یک روزا برسه که کاکی بگفتن یا برو سالات بابا ما چیزی بابا تبا یکی نکن برو با بتونم ببین برم ببین شرحانه تو کینی من واسه شما بچی که بچی گله آخه اشتن ببینید الان سرسفه چون خدا چکار کنم من بندی بدم اختیار خود نداشتم که به زنگ بزنم یا کاری بکنم ببین شما رو چی جورو بگریفتیم ما به جون مواد گرفتم بعدی که من بار میزدم میره با آلمان و کانادا میره به چین میره با آلمان هم برفتیم بابا نه من نرفتم بار رای میکردم بابا آلمانی هم فانتی رفتیم تو همکی افغانستان میفهمیم بابا نه من نرفتم همین بار رو به دست شما میدم و شما میبردم او میکردم ما تو نفیم بابا چی؟ همین واسه در خوب خالیت ای بچی گله گردانم با خود شد ببین من بیامدم خوب شد که بیام چی شد بشه صاحب نواسه شدم این بچی گله این سباب خیلی خوشی جمعه همین سباب که اولی است خجل بگو بیا کار بیا برو کار مینی بستون چی بچه سرزنده و هوشیاریه گوه دسته که درس رو کینه کجی بسید همسایه شد باشه اگه همسایه بود گو فلان نگه که پیار محصول نداره تا خوشم ایشکی نیاری این فقط این سبا جمعه همین سبا که بابا تیر شد این فقط 13 میشه 13 حسابه میگه نه نه شما خیلی باشم برو بگم گفتو خدا بده خجل نه مرگ بخورم اینجا خیلی خیرات خونیه برو مینی بستون الان مردم خبر شدن که پیار من یارو آوردن دیگه با نان میایم بیا نانه گیلا خوب مگر به فکر تن باشم بابا بیا نگو چه باشه هر بغبغ زنه نه باشه نه کل زنه که باشه مینو هم بیاره بچه میاره کی بود؟ بچه بابا سلام علیکم کجا خیلی سلامت شکر زنده باشی سلامت باشی ببین من بیا برم خبر شدم من بفرمایید گیلا بخیر بخیر تیار هستی؟ چشمات تویشان گیلا خواه کوکومه گیلا کوکومه مینویا چشمات تویشان گیلا من یاد نمیدون گیلا تو چند ساله بیدی؟ من اون وقتا 4-5 ساله بیشتر نبودم 4-5 ساله؟ خیلی سولامش نبود بپیرد تو این سفید شدم بابا من میگم خوش که بیدار میبیدم میدید نمایه دیگه چوب کسی بزن برو من تو برو به سراغ برو خب کاکا منم گیلا نه حالا برم خاطر که پیار من مونده کجا برو؟ کاکا منم مثل پیار منم بابا جان اینا میگم ما تا نرزیگو تبتی حالا پیاده آمده برو
من به دیدن کوکو خواهدم چشمام روشن شد. برو سه چی شد کار شما شونه بیامانه. چشم روشن چی خوردم از شما؟ گپ میزنی. گپ میزنم کوکو بیدارم بشم من خود اینو گپ میزنم. نماینده گاله بیدار شد برو تو برو بخی. تو خالی برو بخی. یعنی یادی چای میمینجی نخوردم بدون بابا چای من دادگاه بزن خودشم دی. این شب گفتن میارم من. چی؟ من نون ندل توی تا ندارم. گفتن میام دیدن کوکو. اون نه یکی میمونه خیلی. خوبه. رمضان. مهمون خبر نکنی با یک سری تو بمونجا بگو. مهمون مردم خبر نکنی تو 4 روز بیارم خوشم. من کو خدای خیلی چیزی دیدم از شما گفتم مهمون ببینه.